صبح 29 январ تعدادی از ساکنان شهر دوشنبه با گلگذاری در بینای سفارت افغانستان در تاجیکستان به خانواده‌های قربانیان حمله خونین روز شنبه کابل عرض تسلیت کردند. اکثر جمع آمدگان جوانان بودند و از آن نگرانی کردند که ناامنی طی 35 سال اخیر در این کشور ختم نمی شود. ما برینیم که ملت سربلند افغانستان و سرزمینی شیر ادب و فرهنگ پرور افغانستان لایق به این قدر خشونت، به این قدر دستخوشی و این جنگ های نیابتی نیست. ما محکوم میکنیم البته این حوادث و این گونه شیوه مبارزه را و ما برینیم که تروریسم و هراس افکنی مبنی بر هر عقیده و به هر ایدئولوژی که باشه محکوم است و هیچ ایدئولوژی ارزش جان انسان ها را نداره. زلمه یونوسی سفیر افغانستان در دوشنبه و کارمندان سفارت که به استقبال از تعزیه ساکنان دوشنبه برآمده بودند، این اقدام تعدادی از ساکنان را همراهی مردم تاجیکستان از مردم افغانستان عنوان کردند. به قول جناب زلمه یونوسی، افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارد و در این رابطه قابل همکاری است. افغانستان از جهان دفاع دارد. اگر پای افغانستان بلغزه و یا خدای نخواسته غالب شود که هیچگاه نخواهد شد، شما باور کنید که این کشورها بسیار با مشکل در مقابل از او جبهه مقاومت جلو خواهد کرد. این افغان هاست با تجربه که داره، با شهامتی که داره، با زندگی فقیرانه که عادت دارن، با سختی هایی که دیدن در مقابل مرگ نمیترسن، اینها هستند که مقاومت میکنن. سفیر افغانستان در دوشنبه گفت هرچند شیوه حملات و دهشت افکنی در افغانستان نو نیست، اما این شیوه دلیل ضعف گروه‌های تروریستی نظیر طالبان و دولت اسلامی است. او در رابطه با تشدید حملات تروریستی و افزایش تعداد قربانیان در پی این حملات گفت: بنان با استفاده از این فرصت ها اینا دست به عمل میزنن. همه قوای امنیتی ما، قوای کشفی ما در عرصه تلاش دارن، اما نمیشه که همه مردم تلاشی کرد، نمیشه که همه راجات شهر بازرسی کرد و یا پلان های بسیار وسیع و بسیار زیاد را دارن، اما جلوگیری میشه. یگان حادثه مثل که شورای سیوم امنیت صحبت کرد که بعضی حالتایی میه که عاجز میمونن، واقعا عاجز میمونن و این کار نه تنها در افغانستان ما شما میبینید که در لندن میشه، در فرانسه میشه، در امریکا میشه، با وجودی که بسیار تفاوت داره با کشور ما. عرض تسلیت ساکنان دوشنبه در نزد سفارت افغانستان در تاجیکستان از حمله تروریستی پرقربانی روز شنبه کابل در حال صورت می‌گرفت که رسانه‌ها از انجام یک حمله دیگر تروریستی در یک قسم نظامی نزدیک اکادمی نظامی افغانستان خبر دادند. تا یک هفته اخیر این سومین حمله پرقربانی تروریستی در پایتخت افغانستان است.